با شرافت استقلال و آزادی امروزها مردم سربلند و شرفمند کشور عزیز و محبوبمان از جمله ساکنان دیار کهن‌بنیاد ما نیز با شکرگزاری از صلح و ثبات کامل زیباترین جشن مردم آریایی سال نو اجدادی نوروز جهان افروز را با سرور و شادمانی تجلیل می‌نمایند. جشن نوروز بین المللی را اهل آموزگاران و دانشجویان مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر باختر نیز با رعایت عنعنه‌های به خود خاص و آراستن خوان ایدانه استقبال گرفتند. بخشیده به جشن ملی نیاگان نوروز جهانی، آموزگاران و دانشجویان کالج دستاوردهای علمی، ورزشی، هنری و طعام‌های ملی را به نمایش گذاشتند. تأکید گردید که نوروز جشن صرف طبیعی بوده به خود عنعنه‌های خاصی را دارا میباشد که از زمانهای قدیم تا به امروز به ما رسیده است. یکی از عنعنه‌های نیک جشن نوروز تشکیل مسابقه‌های ورزشی است که انسان‌ها را به سالمی و بردمی راهنمایی می‌کنند. این است که دانشجویان ورزشگر کالج طبی شهر باختر پیوسته در مسابقه‌های سطح ولایتی و جمهوری اشتراک نموده سزاوار جای‌های نمایان می‌گردند. نوروز نه تنها فرارسی بهار، احیای موجودات عالم، طبیعت و آغاز تازه زندگی است، بلکه عامل اتحاد و همبستگی و دوستی و رفاقت است. طور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید کردند اصالت اجتماعی و اخلاقی نوروز خیلی بزرگ بوده، نشانه پیشرفت تفکر سازنده و بنیادکارانه خلق می باشد. زیرا نوروز رمز روز نو، ابتدای سال نو و اقدام و عملهای نو آبادانی و تازه‌کاری ها است. در تنتنه‌های نوروز کالج طبی شهر باختر ابراز گردید که برای تاجیکان و کل مردم حوزه تمدن نوروز باعث افتخار و سرفرازی است که جشن اجدادی و کهن ما سال 2010 از جانب سازمان ملل متحد همچون جشن بین المللی اعلام گردید و همه ساله روز 21 مارس در سراسر عالم چون جشن زیبای آغاز سال و بیدارشوی طبیعت تجلیل کرده می شود. همچنین در تنتنه‌های جشن نوروزی از جانب دانشجویان مؤسسه و بخش فرهنگ شهر باختر برنامه رنگین فرهنگی پیشنهاد کرده شد که ترنمگر فصل زیبای بهار، استقلال وطن، آبادی و پیشرفت تاجیکستان بود. جشن نوروزی آموزگاران و دانشجویان کالج طبی شهر باختر تا درگاه ادامه یافت.